تقریباً 26,000 جوان تاجیک دانشجوی دانشگاه‌های روسیه هستند. قسمی زیادی آنها به دلیل بسته بودن مرزها یک سال باز در تاجیکستان قرار دارند و از تحصیل حضوری در روسیه محرومند. سال خوانش امسال هم به زودی به پایان می‌رسد، ولی حکومت روسیه هنوز مشخص نکرده است که راه دانشجویان تاجیک را به آن کشور کی می‌گشاید. مسئولان وزارت معارف روسیه به دانشجویان تاجیک در کشور بند ماندند مصلحت می‌دهند که یا به تحصیل آنلاین ادامه دهند و یا موقتا رخصتی اکادمیکی بگیرند. آنها گفتند حل مشکل سفر دانشجویان تاجیک آسان نیست، چون باید نام همه محصلین در یک فهرست گرد آوری شده مسئله تامین آنها با جای خواب و راه‌های پیشگیری از سرایت کرونا ویروس نیز نهایی گردد. اما این کی اتفاق خواهد افتاد هنوز معلوم نیست. تاکنون دانشگاه‌های روسیه از وزارت معارف آن کشور توصیه گرفتند که مشکل هر دانشجو را در علاهیدگی بررسی و به آن رسیدگی کنند. مقصد از توصیه صحبت با دانشجویانی هست که در حالت دشوار قرار دارند. در حقیقت اگر در شرطنامه پیش بینی شده است که شخص باید پول خوابگاه را دهد اما با سبب‌های معلوم به آنجا رفته نتوانسته است و از خوابگاه استفاده نکرده است، مجبور کردن به پرداخت پول درست نیست. عادلانه نیست. دانشگاه‌ها باید این را فهمند. عین مسئله با پرداخت پول تحصیل ربط دارد. بسیاری از دانشجویان تاجیک نمی‌خواهند که یک سال خوانش را بیهوده گذرانند و طلب دارند بالاخره شرایط سفری آنها به روسیه تأمین کرده شود. آنها میگویند به سبب گرانی نرخ و سستی سرعت اینترنت در تاجیکستان نمیتوانند طریق آنلاین آموزش با صفت بگیرند. در نیم سالی اول کم و بیش هم باشد ما امکان داشتیم دیستانسیون را تحصیل کنیم و در نیم سالی دوم البته که نه، زیرا که ما اریناتر هستیم به کلینیک‌ها تقسیم میکند که کلا امکانی دیستانسیونی خواندن را از بین میبرد و ما بسیار میخواستیم که مقامات دخلدار به رفتن ما مساعدت کنند. البته وزارت معارف روسیه در نیمه دوم ماه مارس رویخط 25 کشوری را نشر کرد که دانشجویانشان میتوانند برای تحصیل وارد روسیه شوند. در این فهرست نام تاجیکستان دوست استراتژی روسیه نیست. چرا انتخاب مقامات روسیه در مورد گشادن راه برای دانشجویان چنین صورت گرفته است روشن نیست.